انسان عاقل اصلا ادعای علم نمی کند. من این رو میدانم، من اون رو میدانم. میداند من اصلا کی هستم گویان خود را به مردم با علمش معرفی نمی کند. چون که میگویند برای آن که ببخشید برای آن که یکی می رود لهجه من به همون لهجه اشتی، برای آن که علم تو رو میگوید مردم باید بگوید نه خودی تو. خوبی های تو رو مردم باید بگوید نه خودی تو انسان بی عقل. هر کسی که در همه جا من این خوندم اون خوندم از من پرسید من فلان فلان میدانم میگوید بدانید که نقصان در علمش هست. هر کسی که من این کردم اون کردم گویان از خود تعریف میکند نقصان در علمش هست، ببخشید در عقلش هست. چون عقل تو رو، علم تو رو، خوبی های تو رو مردم باید بگویند، به این مردم باید شهادت دهند نه خودی تو. شهادتی تو برای خودی تو اینجا قبول نیست. و در دوامش میگوید بدانید که بهترین رزقی که خداوند برای شما داده است این است که یک عقلی که با آن شما توانید بین خوب و بد جدا کنید و اختیار خوبی داشته باشید. و در دوامش میگن انسان عاقل از عاقل بودنش فضل و کرمش کفایه هست. یعنی انسان‌های با عقل خیلی انسان‌های فاضل هستند، خیلی انسان‌های کشادست و به همه خوبی‌هایشان میرسد اگرچه مال نداشته باشند. انسان عاقل حتی پول و مال نداشته باشد هم خوبیش به مردم میرسد و او اصلا و اصلا من پول ندارم گویان از خوبی کردن به مردم دست نمی کشد. و تقریبا میگوید تو عاقل رو پیدا نمی کنی که اون عاقل رو حتی رؤسا، حتی کرسی نشینان، حتی آنهایی که دیگر میداند که در کرسی نشستن، این هم یک نشانه با عقلی نیست، یک نصیبی هست که خداوند برای بعضی ها همچون امتحان میدهد. میگن انسان عاقل را رئیسان در نزدش وقار میکنن، یعنی او را عزیز میدانند، در نزد او بیهوده بهوده صحبت نمیکنند. و انسان عاقل همیشه برای خویش و تبارش در نصیحت است، به خوبی ها امر میکند و همیشه برای برادرانش در کمک است و این چنین همیشه در احتیاط است از دشمن. ولی اصلا و اصلا انسان عاقل به اصحابش، دوستان نزدیک خود حسد نمی کند و این چنین خویش و تبار خود را، نزدیکان خود را اصلا فریب نمی کند و با بدان دوستی نمی کند.